Welcome to Embassy of India. بعد از 6 ماه که از هند خارج شدیم دیگه از دیشب تا الان واقعا دلتنگ غذای هندی شده بودم. به شکلی دلتنگ غذای هندی شده بودم که توی یوتیوب فقط سرچ میکردم و دستور پخت غذای هندی رو نگاه میکردم و دلم ضعف میرفت براشون. یکی از رستوران‌های هندی خیلی خوبی که توی فیلیپین تو شهر مانیلا وجود داره رو پیدا کردیم و امروز اومدیم که بعد 6 ماه غذای هندی بخوریم. اسم این رستوران هم هست سوادش که معنیش به هندی میشه دلیشس. اگر اومدین کشور فیلیپین و توی شهر مانیلا بودین حتما به این رستوران سر بزنید، به خاطر اینکه من بهترینش رو پیدا کردم اومدم. رستوران‌های هندی اینجا زیاده اما اینجا واقعا میتونید طعم برابر با غذاهای خوب هندی رو تجربه بکنید. این کوچولوهای خوشگلی که اینجا میبینید اسمشون پانیپوریه. پانی که اینه، پانی یعنی آب به هندی، ولی مجموعه این زیبایی، این استارتر یا پیش غذا بهش میگن پانیپوری. این میزانی که میبینید من توی این ظرف دارم میخورم جز غذاهای خیابونی بود که ما توی یه پلیت مقوایی میگرفتیم و مبلغش فقط 50 روپیه میشد. الان من همونو دارم اینجا توی یک ظرف خیلی شکیل میخورم و قیمتش 500 پیسوه. تفاوت رو میبینید؟ حالا ببینیم که کدوم یکیشون خوشمزه تر بود. آیا اونی که 50 روپیه بود و توی خیابون استریت فود به ما میدادن یا اینی که قیمتش 500 پیسوه و توی این ظرف شکیل و توی رستوران لاکچری به ما میدن؟ به قول هندی ها باهات اچاهه. توجه داشته باشین وقتی که پانیپوری میخورید باید این کوچولوهای خوشگل رو کامل بذارین توی دهنتون. نمیتونید گاز بگیرید فقط نصفشو بخورید. روش خوردنش دقیقا این شکلیه که من میخورم. باهات اچاهه. به به. نوبتی هم باشه الان نوبت این خوشمزه هاست. میتونم به جرئت بگم که از بین تمام غذاهای هندی که بیشتر از اینکه هندی باشه غذای چینیه، ولی توی هند بسیار مرسومه همین چینی ماشروم هایی که بسیار اسپایسی هستن، بسیار تندن و من عاشق اینام. یه چیز دیگه که باید در مورد این قشنگا بگم اینه که این غذا برای من و سنو، برای من و همسرم خیلی خاطره انگیزه. تقریبا تو تمام دیتای ما حتما یه دونه چیلی ماشروم بوده. این غذا یه جورایی غذای رمانتیک بین ماست و خیلی از لحاظ عاطفی ما به این غذا وابسته ایم و وقتی نباشه دپرس میشیم و بعد از 6 ماه باورم نمیشه، بعد از 6 ماه دارم این غذا رو خوشمزه مورد علاقه‌مو میخورم و دلیلش هم این نیست که من نمیتونم تو خونه درست کنم. متاسفانه ما هنوز بازارهای سبزیجات اینجا رو خیلی تسلط بهش نداریم و این
هنوز نمیدونیم ماشروم یا قارچ سفید از کجا تهیه کنیم. انواع و اقسام قارچ ها رو که آسیایی ها توی غذاشون استفاده میکنن میتونید اینجا پیدا کنید، ولی این نوع خاص ماشروم سفید رو متاسفانه یک مکانهای خیلی محدود میفروشن که اگه صبح زودم نری بهش نمیرسی. در نتیجه من نتونستم این مدت برای خودمون درست کنم، اما الان اومدم که دلی از عزا در بیارم و این چیلی ماشرومای خوشمزه رو بخورم و جای شما رو خالی کنم. بی‌نظیره. و غذای بعدی که دلمون خیلی براش تنگ شده بود، اما امکانش هم بود که توی فیلیپین تهیه کنیم و خودمونم درست کنیم بخوریم و من درست کردم، اما احساس میکنم که اینجا هم باید حتما سفارشش میدادم و اسمش هست ویج پاکورا، یعنی یه سری سبزیجاتی که با آرد نخودچی مرینیت شده، توی آرد نخودچی مرینیت شده و بعد اینا رو اومدن دیپ فرایش کردن، سرخش کردن. برخلاف خیلی‌ها که از غذاهای تند فراری هن و شاید غذای هندی که از غذای مورد علاقه‌شون نباشه، من از روزی که پامو گذاشتم تو هند عاشق این غذاها شدم و هنوز که هنوزه عاشق غذاهای تندم و حتی دیگه غذاهای جورایی برام از مزه میافتن اگر تند نباشن. شاید دلیل این که بسیار دلم برای غذای هندی تنگ شده همین طعم تند غذاهاشونه که اینجا یا توی غذاهای ایرانی نمیتونید پیدا کنید. بسیار ترد و تازه. نوبتی هم باشه، نوبت چوله باتور است. به این نونا میگن باتوره. به این خوراکی که اینجا تهیه میکنن و با نخود درست میشه میگن چوله. چوله باتوره یه غذای خیلی خوشمزه که معمولاً برای فستیوالاشون یا برای صبحانه تهیه میکنن و یکی از غذاهای دوباره مورد علاقه ماست که به شدت دلمون برش تنگ شده بود. البته با این میزانی که ما سفارش دادیم به نظر میاد که فقط بتونیم یه قاشق ازشون بخوریم و شاید پارسل کنیم و ببریم خونه. یه چیزی که من اینجا توی فیلیپین یاد گرفتم اینه که توی هند وقتی که شما میخواین غذای اضافتون رو توی رستوران سفارش میدید همراه خودتون به خونه ببرید که وست نشه، که هدر نره، معمولاً اصطلاحی که به کار میبرن اینه که پارسل کنید میبرید. اما اینجا توی فیلیپین کسی نمیگه پارسل کنید و ما تازه داریم عادت میکنیم که به جایی که بگیم پارسل کنید بگیم we take out. واقعا شوخی نیست 13 سال توی هند زندگی کنی، به این غذاها عادت کنی، ذائقت تغییر بکنه و بعد بیای یه کشوری که بیشتر غذاهاش مثل غذاهای ایرانی یک غذاهای یه طعم شیرینی داره. اینا کجا اونا کجا؟ تا ما بیایم به غذای فیلیپینی عادت کنی خدا میدونه چقدر زمان ببره. واقعا جاتون خالیه. این غذایی که سفارش دادم و فراموش کردم براتون توضیح بدم اسمش هست باتر چیکن. یک خورشیه که با مرغ تهیه میشه
یکی از غذاهای مورد علاقه کساییه که به هند سفر میکنن. شاید بگم که از هر کشوری که باشی و به هند سفر کنی، باتر چیکن یکی از غذاهای فیوریت تو میشه، غذای مورد علاقت میشه. یه غذای کم ریسکیه که طعم و مزهش رو همه دوست دارن. پس اگر به هند سفر کردید یا اگر اومدید به فیلیپین و اومدید این رستوران، این غذاهایی که من بهتون گفتم تضمین شده است. میتونید اوردر بدید و نوش جان کنید و حواستون باشه که میزانش زیاده، پس زیاد سفارش ندید که رو دستتون بمونه.